Well, hello. Hello my friend. چطوری؟ خوبی؟ خیلی مخلصم. چکری. سلام. نه همون بودم. خوبی؟ بابا بیا. خیلی وقتی که میخواستم ویلاگ براتون درست کنم که ما چیکارا میکنیم تا برسیم به یک کلیپ. شرایطش مهیا نبود ولی الان تازه داریم شروع میکنیم این کارو. اینجا اصفهانه. میریم الان اولین اثبات روز جمعه رو پیدا کنیم ببینیم میشه اسکیت کرد یک کلیپ گرفت واسهتون یا نه. ما با دوچرخه جابجا میشیم. بهترین راه جابجا شدن اثبات به اثبات دوچرخه است به نظرم، چون نیاز نیست که تو در میاری. شمع سعی میکنم خیلی نزنم چون مغازه است جاش میمونه. بعضی از اسپاتو رو نباید اصلا خیلی وکس بزنیم چون حالت چسبندگی پیدا میکنه. بعضی ها رو باید خیلی وکس بزنیم، بعضی ها رو اصلا نباید وکس بزنیم. چی گفتی؟ دستم تازگی مصدوم شده. ایمنی ببندم. ایمنی خیلی خوبه اگه داشته باشی، اگه نداشته باشی من دست برو بریم. میشه تاپسی سویچ ایمپورت. خوب شد که اینو زدی. این بری شد. آه خیلی کلین بود. میشه بازم اسکیت کرد روی اسپات ولی با این که خیلی خوب میسوره. فریم نو تریکم اشتباه زدم افتاد اینجا. پس خدافظ اسپات. چی میخوای بزنی؟ بیا نمیدونم. بک تورک گفتی؟ آره. اثبات. فول تورک. اول باید وکس بزنی. خوب باید وکس بزنی که گیر نکنه. اول باید فول تورک بزنی. اگه اوکی بود بعد بک تورکش کنی. اوکی. چیه مشکلت چیه؟ بیا ترس. پیشنهاد میکنم اگر که از ارتفاعش میترسی مهارش کنی. یعنی چه جوری؟ از اینجا بزنی، از وسطش بزنی که ارتفاع کمتر میشه. اگه در بره میای رو پله. اوکی؟ زمان قهوه است. من شغلم باریستاه و برای کسب درآمد 11 سالی است که دارم این حرفه رو دنبال میکنم. الانم میخوام برم یکی از بهترین کافه ها و یکی از دوستان ببینم باش قهوه بخورم. الان بهتون نشون میدم کجاست. That's all.
سعی کنید که تشنه نمونید. هر روز تمرین. ما داریم سعی میکنیم برای اثبات پیدا کردن منطقه های مختلف اصفهان رو دور بزنیم. قطعا یه روز میام و این لجو میزنم. فکر کنم 40 دقیقه است داریم رکاب میزنیم. اصلا اومدیم یه جای دیگه از سرزمین اصفهان. We are going. Finally. Hello. اثبات قدیمی. چیکار میکنی دایی جان؟ بزنی. ذوق داری نه؟ خیلی اینجا میخوای چی؟ یکم بلنده میشه. چقدر وقت داری اسکیت میکنی اگریسیو؟ 5 ماه. قبلش اسکیت کرده بودی؟ آره قبلش یکی 2 سالی بازی میکردم. چه حسی داری نسبت به اگریسیو الان؟ بهترین رشته و خطرناکترین رشته. الکی نگو. شمع این داشتی؟ چیه؟ اینو توضیح بده. شمع. خب بعد قالب چیکار کردی؟ قالب کردی به اینطوری به عنوان وکس. پارافین جامد داره داخلش. آره. و ما پارافین جامد رو استفاده میکنیم برای اینکه استکاک رو از بین ببریم. آتیلا هم اومد. چقدر وقت اسکیت میکنی؟ اسکیت داره منو میکنه. عالی. خیلی خوب بود پسر. دوباره عکس. دست حساب نیست. صبح من شیفت بودم از ساعت 7 تا 3. الان ساعت 7 و نیمه تقریبا 7 و نیم 8 و الان 1 ساعت که داریم توی تاریکی گرمای خیلی زیاد اسکیت میکنیم و این تریکو داشته باشیم.